آقای راننده خیلی مهربون بود. وقتی از صحبتامون فهمید که صبحانه نخورده بودیم، کمی بعد بیسکویت هاش رو بهمون تعارف کرد و گفت این یکم سیرتون میکنه؟ دوست دارم یه روز زندگیم درباره این باشه که به جاهای مختلف ایران سفر کنم و زیبایی‌هاش رو برای آدم‌هایی که تو همین کشور زندگی میکنن و هیچ وقت نمیتونن جایی برن داکیومنت و ضبط کنم. گمونم همونقدر که دوست دارم اون زیبایی‌ها رو خودم ببینم، همونقدر هم دوست دارم به اشتراکشون بذارم. باور دارم چیزایی که داخلمون حس میکنیم اگه سازنده باشن، درست مثل خود طبیعت باید در حرکت باشن و توسط کلمات یا هنر از وجود ما به وجود آدم‌های دیگه برسن. اما خب آدم نمیتونه هیچ کس رو مجبور به دیدن یا احساس کردن کنه. من این ویدیو رو گذاشتم تو اینستاگرام و حالا هر کس که بخواد میتونه پیداش کنه بدون فشار و اجبار. هرچند نمیدونم داخل این ویدیو زیبایی برای دیگران هست یا نه. تو جاده هر وقت جایی برام جالب بود به این فکر میکردم که احتمالاً اونجا خونه و محله کسی که حسابی ازش خسته شده و اگر احساساتم رو بهش میگفتم شاید اصلاً ذوقم رو درک نمیکرد. یاد زمانی افتادم که از یک گل خونه مادر بزرگ دوستم عکس گرفتم و به خودش نشون دادم. اول متوجه نشد که حیات خودشونه، اما وقتی بهش گفتم یک ذوق و خوشحالی خاصی تو چشماش ایجاد شد. انگار یه لحظه همون زیبایی رو دوباره پیدا کرده بود. این از اون چیزایی که همیشه درباره عکاسی دوست داشتم. اینکه چیزای تکراری میتونن دوباره دوست داشته بشن و از نو دیده بشن. گمونم توی این کار بهتر شدم چون خودم هم توی زندگی کوچیکم نیازمند دوباره دیدن بودم. نیاز داشتم دوباره جادو رو وسط این همه محدودیت پیدا کنم. یکم قبلتر داخل ویدیو برای اولین بار تو زندگیم سوار یک تاب درختی شدم و راستش فکر میکنم زیاد تو لذت بردن ازش موفق نبودم. دیگه موند برای دفعه بعد و امیدوارم این دفعه کمتر طول بکشه. گاهی دلم میخواست یک زندگی خیلی ساکت دور از آدما داشته باشم و دیگه نگران پیچیدگی هایی که ممکنه از ارتباط باهاشون به وجود بیاد نباشم. اما انگار کم کم یه چیز دیگه ای از همه حسای دیگم قوی تر شد. شاید یک کنجکاوی خستگی ناپذیر که فراتر از درد و محدودیت ها من رو با سوال های ساده خودش مشغول میکرد و جلو میبرد. کنجکاوی و شورشگری در برابر پوچی شاید از بهترین چیزایی بودن که تو زندگی پیدا کردم. اینکه حتی اگه پایان نزدیک بود آرومتر زندگی کنم. اینکه هر چقدر هم شکست بخورم بازم لایق لذت بردن از چیزایی هستم که زندگی بهم هدیه میده و معنی زندگیم اینقدر به ایدئال‌ها و معناگرایی‌های ستمگرانه گره نخوره. اولین بار که فهمیدم واقعا عاشق عکاسیم وقتی بود که به ماسوله رفتیم. با دوربین کسی که اون زمان دوستش داشتم چند تا عکس گرفتم و متوجه شدم که تجربه‌ام از زندگی ممکنه فقط با دقت کردن تغییر کنه. اینکه حتی یک جای خیلی زیبایی مثل ماسوله هم حس جادوش رو از نحوه نگاه من به خودش میگیره. و وقتی میگم ماسوله منظورم اون ماسوله واقعی و فیزیکی داخل تصویر نیست، بلکه ماسوله‌ای که من داخل خودم شکل میدم. شاید برای من ماسوله‌ای جز ماسوله‌ای که داخل تجربه درونی حضور داره وجود نداشته باشه. من مسئول ساختن دنیای خودم هستم و این هم یک نعمته و هم یک طلسم تاریک. نمیدونم تا اینجای ویدیو هنوز کسی داره نگاه میکنه یا نه. ممنونم از همراهی اون تعداد اندکی که شاید هنوز اینجا باشن. هفته خوبی داشته باشید.